ما امروز چیکار داریم میکنیم؟ موضوع اساسی سرچشمش نومدیم. امروز ما و شما جوان پیسرام و جوان دخترام حال فاتحه شده خلاص، حال نکاح نیست، همهش زیر یک دستی کنار بوسه کنه تا نکاح نباشد حرام است و از خدا نمیترسی. ما مسلمان زادیم، مسلمان میریم. امروز جوان پیسرا جوان دخترا به ناموس شدن. آیسا باور میکنه شب بود روزها هم سر میشه کن. کدام یک بندرگاه میبینی خدا خد دو تا جوان یک جایه هستن فوک به فوک، از خدا نمیترسن. ما کور نیست، همه میدانیم. با میگوی که داملا هر گپ میزنن. من نگومود کی میکنه نه، من نفهم شما کی میفهم شما را. با شما باید صدای آمانه شدن را فراموش نکنید. وقتی که حیات سر شد عزیزانی من، حضرت آدم علیه السلام محبت ماما حوا را در قلب حضرت آدم علیه السلام جا کرد. به طفیل بیدار شدنش بهترین میگه زیباگی زنهای دنیا را حضرت ماما حوا داد الله سبحانه و تعالی. دست دراز کرد که گفت که دست کش. آدم گفت تو حق نداری، گفت به نکاح یعنی چی؟ ماما حوا را دست گیری. ما امروز چیکار داریم میکنیم؟ موضوع اساسی سرچشمش نومدیم. امروز ما و شما جوان پیسرام و جوان دخترام حال فاتحه شده خلاص، حال نکاح نیست، همهش زیر یک دستی کنار بوسه کنه از کجا یاد گرفتی؟ ناانصاف، از خدا نمیترسی، از خدا ناموس نمیکنی و حرام است دستی و کپیدن. دستی اون بیگانه زن کپیدن تا نکاح نباشد حرام است و از خدا نمیترسی. ما مسلمان زادیم، مسلمان میریم. کجا کدام پایی که رفته زاده امروز؟ کدام پایی دشمن های اسلام رفته زاده ای کار را داری؟ امروز جوان پیسرا جوان دخترا به ناموس شدن. آیسا باور میکنه شب بود روزها هم سر میشه کن. کدام یک بندرگاه میبینی خدا خد دو تا جوان یک جایه هستن فوک به فوک، از خدا نمیترسن. ما کور نیست، همه میدانیم. با میگوی که داملا هر گپ میزنن. من نگومود کی میکنه نه، من نفهم شما کی میفهم شما را. از من گپی من آریت میکنی. آریت از خودت کن انشاءالله. از خدا ناموس کن، از پیغمبر ناموس کن. آدم ماما حوا را آفرید از قلقه چپش. این قلقه چپ عزیزانی من همیشه کج است. این زن راست نمیشود، خودت بکشیم راست نمیشود. اگر قلقه چپ راست میکنم میشکنه. همین زنم کمبودی ها دارد، کمبودی هاش اصلاح میکنی، یک قرد میکنی انشاءالله. هر عزیزای خدا را زنهاشو بد اخلاق بدن، هر عزیزای خدا. برای شما که حضرت عمر را میگم، بای عمر در خانهش با همسرش جنجال داشت. یک مرد شکایت اومد از بالای زنش، آمد که گفت که خواست که بای ما را عرض کند که بیاد بلاد یک زنش انشاءالله یک نصیحت کند. چکره که ما را هر روز میگن یک خانم را داملا جان یک من دختر آمد زنها آمد جمع کنیم یک از خدا و رسول فهمون شو میگن. همچنان حضرت اومد که حضرت یعنی عمر که همسرش داد دارد، میگه تو عمر چکلی یک خدا خواهد پریزیدنتی که در 125 دولت در خانه نمک نیست، نون نیست، موله روزوت دادات و آدم گوش که ساده گفت که باز زنی ما خوبتر بوده. این سیاست عمر تمام دنیا میلرزه. از سیاست عمر این زن شد دادگوش بی عمر خاموشه. بسه که گشته میدم گفت که حضرت عمر برمد دید که یک جوان گفت بچم کجا میره اینجا بیا جوره کجا رفته ساده. یکو من هم خیلی نه گفت یک شکایت داری گفت بیا. من گفت امروز روی زنم شکایت اومدم نه که زن شما ایمان نمیگذرنده. من عبرت گرفتم گفتم بلکه که من به بچم بوش اینجا. تو فقط یک زن خدا خواهد انشاءالله یک کاش اعتبار نگی. زن گفت خمیرت میکند اینش اعتبار نمیگیری، افقاتت میکنه اینش اعتبار نمیگیری، از رای بد میگردن اینش اعتبار نمیکنی. زن چراغی خونه گفت این اعتبار نمیگیری. فقط در راه یک خوراکش یک معاملش یک شب پیشواز میگی در راه طلاق پیش میکشی. از خدا نمیترسی. گفت فرزندات تربیت میکنه. گفت زن گفت چراغی خانه است، خانه بزنک تات میتونه تاتنک دیگه. خونه بزنن اون خدا خواهد ختم چای که نمیخوری تاتم نمیری انشاءالله خدا خواهد. میایم خواه میرم خیساری ختم میگرونی سهر نه میروی نه تازه میکنی. این زنهان در رحمت که بیچاران همه این ناز و نعمت که تیار میکنن مردک این زنه که بیچاره تیار میکنند. باید زنها هم قدرش نبوده برسی عزیزانی من.
در زنها رو امروز بینن یک ماه دو ماه بعد جدا شده سادیان، یک ماه نگذشته ساد، ها حرمت نمیکند، ها آداب ندارد. اما هم آخی دیروز گوساله بودیم، ما هم اکا آدم شده مکن، ما هم اکا عقل داشتیم، ما هم اکا خشومنهای زور شدیم، ما هم اکا خسودهای زور شدیم. تا دین ما هم جندی بودیم، تا دین هم ایاد نبرارد زن و مرد که اگر مادر و خسود و خشنومند چی کراشی میکشی ایاد نبرار. حالا نشو کما تدین تو دان. اگر خدا خواهد تو هم کلونچک بدی همین خشنومند خدا خواهد حرمت نکراشی هم حرمتت نمیکنه. حالا نشو اگر عزت نکراشی عزتت نمیکنه. کما تدین هرچی معامله میکنی هوای از کلون و دخترات میگیری. من یک دختر همیشه من گفتمش، تو گفتم در وقتش خشنومند ناز نمیدیدی، در وقتش خشنومند داد میگفتی، این خدا خود دوینا گذروندش، مردنش ناراضی شد. این خدا بالان در نگه دارد. الله دفتر جنایتی دارد با حیات نبرار. روز میشه دو جنایتی ها 20 سال بعد میگیری خدا خود 20 ساله باشی 40 ساله نوجه کلین و دمادار میشوی الله میگردونه تا آره نشو. برای من حاضی توبه کنه حاضی مین بده انشاءالله خدا خواهد. من قبلا در حاضی 1 ساعت پیش یک دختر شکایت کرده هنه اومده سادم بیچاره حامله دارم. گفت داملا جان از خانه گفت خسودم پیشم کردیم، گفت خانه مادرم دستم. گفت چیه یافتی یعنی خدا خواهد خستمانا هم کلینا را چی برو عطت کند، بیمار شد برو عطت کند. این نامردی نیستک. خانه ایتون خدا خواهد خدمت کند، شد بچه ایتون زن شود و خدمت کند و برو خدا خواهد بعد وقتی بیمار شد یا گانکار شد پیش کرد. این پسی انسان نشون میتید، این بیویجدانی انسان نشون میتید. خدا همون درد میتید تون نمی انشاءالله خدا خواهد. بیچاره خدا خواهد همون کسال خدمتت کنه، یک روز و 2 روز خدمتت نکنه دادت به فلک میبراید. دختری تو هم یک بیگانه هم خیل میکنه خدا خواهد انشاءالله. آره نشد دخترت یک بیگانه هم خیل میکند. از یاد نبرار این قسکار رای چپ است، این راست میکنم تا آره نشو. خدا خواهد گاه ها کرد میکنی. من اسلام دا چی میگد؟ یکم میگد وقتی که جنجال کردی جاگت جدا کن. جاگت میگه جدا کن، میگه تو در خونه در خونه خورا خدا خواهد 2 ساعت با بخت میآید. یا میگه جدا از زایشید افقاچه نخیر، افقاچه نخیر میگه خدا خواهد انشاءالله با بخت میآید. یا برای یک بیرم برای یک گیرگشته بیا خدا خواهد یک کوچه آره با دیده که یک 10 ساعت بعد خدا خواهد دهنش گیزه 200 کیلو مویزه انشاءالله خدا خواهد.